партов ба канор. як фурсати навбатӣ пайдо мешавад. رقابت‌های دور ششم هستند دوستان ارجمند. اینجا امکانیت برای ضربه‌زنی پیدا می شود. خوب کلوب مرکزی ورزشی ارتش با دوشنبه در این دور علاقه بازی کرد. دیروز غلبه کلون خود را به دست آورد. اونو توانستند پیروزی کلون را سوی شوند و دوشنبه با حساب 14-0 غلبه کردند. امانت بانک و سومون بازی که ما شما متوجه اون هستیم. همچنین استرافشان و استقلال یک بازی دیگری که برگزار شوی اون در نظر است و این بازی در شهر استرافشان در میدان خانگی دسته استرافشان میگذرد. رقابت اساسی و مرکزی در باشد دیدار سورا کمپانی بر مقابل سپر است بینندگان ارجمند که امروز سورا کمپانی با سپر این رقابت را دور میکند. دو دسته اساسی در بازی مرکزی دور ششم در میدان رقابت میگردند. توجه میکنیم به این هجوم. فریدون نعمتов مبارزه نوبتی اینجا ادامه دارد. در بازی دور گذشته دسته سومون توانست پیروزی خود را به دست آورد. با حساب کلان دسته سومون دسته دوشنبه را شکست داد. با حساب 10-2 بازی به انجام رسید و دسته سومون توانست پیروزی باور بخش خود را به دست آورد. امانت بانک باشد در بازی دور گذشته با شکست روبرو گردید. این تیم با سورا کمپانی بازی داشت و سورا کمپانی با حساب 6-1 توانست غلبه خود را به دست آورد. ضربه به طرف دروازه به برای جنب بس می شود این فرصت. ضربه نوبتی و تو بالاتر از دروازه می رود. این یک فرصت خوب بود اما به نتیجه جنب بس کردید. پاس به کنار. فریدون نعمتov پاس به کنار. تو با کناری راست تو با طرف چپ ارسال کرده شد برای دوام دادن هجوم. وضعیت بتوانست قلعه باشد.
با کمک پزشکان نیاز دارد دروازه‌بان. این سمالدین شمسوف است، دروازه‌بان دسته سامان. برای رقابت ها رو بهتر کردن و موقع خوبتر گرفتن در جدول مسابقه برای هم سامان و هم امانت بانک لازم است تا تلاش خوبتر نمایند، چون که اگر ما موقع دسته رو در جدول نظر بیندازیم اونقدر موقع خوب نیست برای هر دوی دسته و سامان تنها در بازی گذشته توانست پیروزی خود را به دست آورد. همون غلبه که بر دسته ضعیفترین جدول بر دسته سامان بود، پیروزی یکمش را به دست آورد این تیم. و البته حالا که هم امانت بانک و هم سامان سه خالی دارند، در حساب خود کوشش این دسته ها برای موقع خود را البته بهتر کردن در جدول مسابقه است. توسط کنار حمله نوبتی موزه میبرد صمد جان شریفов. یک ضربه به طرف دروازه و توپ اینجا از بالا دروازه بیرون از میدان گردید. پس بخیب رحمانوف پس هوتمشو رحمانوف به کنار توپ برمیگردد و هوتمشو حمله نوبتی میتواند فرصتی خوبی با وجود آید و اینجا ضربه به طرف دروازه جا نگردید. این بخش حمله خوفناک آورده رساند پس به کنار ولی توپ به موقع ضربه زمین نبرآمد. امکانیت خیلی خوب میتونست پیدا شود برای تبریک به ما نشان میدهند. این وضعیت رو مهراج الدین محمد شایف بسیار هم خوب پیخست کرد و در برطرف کردن موفق گردید. هجوم نوبتی این وضعیت برطرف کرده شد و اکنون میتوانیم با حمله پوزیشنی دسته سامان توجه خود را جلب کنیم. پس به کنار هجوم نوبتی بازیگران سامان تکیه به هنر خود کرد کامران خوشوقتov. این به حمله جوابی دسته امانت بانک آورد. یک ضربه یک کوشش ضربه زنی به طرف دروازه بود ولی باز هم به نتیجه. هوتمشو رحمانوف پس با کنار ضربه به طرف دروازه. چگونه ضربه قوی و اینجا واقعا هم ضربه خوب اجرا کرده شد. با شهرزاد جمعیف تغییرات را به وجود می آورد. اونجا بازیگر نو در دست امانت بانک به میدان آمد. امید نظری زاده بود اگر خطا نکنم. پس بخیب هوتمشو رحمانوف تلاش خوب اینجا توسط کنار کوشش کرد برای توپ را گرفته حمله را بهتر ادامه دادن. از اول البته اونجا کوشش کامران خوشوقتov بود و بعدا مهراج الدین محمد شایف. حمله نوبتی پرتاب به کنار امکانیت برای ضربه زنی پیدا می شود. ضربه به طرف دروازه
حالا توپ از بالای دروازه از میدان بیرون گردید. این وضعیت ببرار جنبست شد. پس به عقیب تماشا رحمانوف. پرسینگ فعالانه فوتبالبازان دسته امانت بانک، ولی سامان تو با موقع ضربه زنی برآمد. اینجا طور مشاهده میکنیم میراج‌الدین محمدов تلاش خوب داشت برای ضربه زدن ولی موفق نگردید. پرتاب به کنار. فریدون نعمتov. کامران خوشوقتov. این وضعیت به نتیجه جنبست می شود. سرعت بازی را باید تستر کنند اینجا فوتبالبازان دسته امانت بانک برای موفق شدن، یعنی از یک کنار به کنار دیگر برای توپ را رسانیدن و خط دفاعی رقیب را وادار کردن به خطا. اینجا وقت سرعت بلند لازم است. این زمان حمله جوابی دسته سامان به برای جنبست شد. اکنون این حمله خیلی خوب دسته امانت بانک از ضربه و دروازه‌بان صمرالدین شمساف این وضعیت را برطرف کردن توانست. بسیار هجوم خوب بود. دو بر یک رفتند بر مقابل دفاعگر و با دروازه‌بان البته دو بر دو شد. پس به کنار. مونس خوجاєв. پاسی به عقیب. صابرجان. صابرجان گولیاکov تو رو به کنار به فریدون نعمتov رساند. و حالا هجوم نوبتی را ما متوجه میشویم. بازارov. سیاوش بازارov تو رو به فریدون نعمتov میدهد. فریدون با یک رسیش تو رو به خط حمله رسانی میکند. برای ضربه زنی پیدا میشود ولی دیر کرد در ضربه زدن سیاوش بازارov از نزد پای تو رو زده. فوتبالبازان امانت بانک دور کردند. در این کوشش فوتبالباز امانت بانک کمی آسیب هم گرفت. امید نظری‌زاده که از جا بالا میشود و کمک پزشکان نیاز دارد از میدان بیرون میرود و بعدا به او کمک میرسانند. هجوم نوبتی. سیاوش قیوموف تا کنار در کنار تو خیر کوشش کرد و تا موقع ضربه زنی هم رفت سیاوش ولی در اخیر ضربه قدر درست و دقیق به طرف دروازه جا نگردید. سیاوش بازارov. فریدون نعمتov در کنار پاسی به صابرجان گولیاکov. مبارزه صابرجان در کنار چپ میخواست بقیب توپ را برساند صابر ولی اونجا هیچ کس نزدیک نبود. بر سرعت ضربه کنجی یا اوت کار کرد صابر گولیاکov. فریدون نعمتov. فرصت بسیار هم خوب میتواند پیدا شود. مبارزه صابر گولیاکov. پس یا بقیب فریدون نعمتov. ارسال به کنار. فریدون نعمتov. سیاوش بازارov خطا میکنه در پاس دادن و این به هجوم جوابی دسته امانت بانک میارد.
Pas به کنار. برجان گولیاکوف پاسی به کنار. ضربه اجرا می شود و طبعا مشاهده میکنیم حالت مذکور هم برطرف شد. پاس به کنار. پریسینگ فالونه بازیکنان دسته سامان، ولی در نتیجه این پریسینگ اونها توپ را گرفتن نتوانستند. پس به خط هجوم توپ به کنار پرتاب می شود. میتواند فرصتی خوب برای ضربه زنی پیدا شد. فریدون نعمتوف در کنار و اینجا مبارزه خوب بود. و توانست حکمت اسماعیلوف در این مبارزه موفق شود و توپ را از نزد پایهای فریدون میگیرد. پس بعقیب باتم شورحمانوف، فریدون نعمتوف یک نفر را به زمین میخواباند. ضربه و توپ بالاتر از دروازه میرود. بر صورت میتوان گفت که کوشش خوبی فوتبالبازان دسته سامان بود. کورت و ضربه زنی هم رسید. بروز خوجایف پس بعقیب ضربه اجرا می شود و این حاتم شورحمانوف بود که چنین ضربه زد. ضربه اجرا کرده بازیگر مذکور بالاتر از دروازه رفت. ضربه اجرا می شود و باز یک هجوم خوب، یک وضعیت خوفناک. خسرو خالق نظرов به موقع ضربه زنی برآمدن همین بازیگر با پای چپ و ضربه خیلی خوب و قوی دارد. اینجا با پای راست ضربه اش را اجرا کرد و دروازه بان البته در سطح خیلی خوب بود. مراد جان مرادوف که موضوع همین وضعیت را توانست سری وقت برطرف نماید. پاس با موقع ضربه زنی ضربه اجرا می شود و در برطرف کردن این حالت موفق گردید بهروز رجب علی زاده بازیگر رقم 11. پس بعقیب ضربه نوبتی ولی خیلی نادقیق. نخستین تایم اوت دوستان عزیز در قسم اول رقابت.
وضعیت خوب استانداردی به نفع دسته سامان. ضربه فریدون نعمتوف اینجا پسترف خالق نظرов و فریدون نعمتوف کوشش کردند تا یک بازیگزاری خوبی را انجام بدهند و این حالت با ضربه کنجی آورد فریدون نعمتوف. وضعیت مذکور هم ببر و جنب بحث می شود. بر مقابل فریدون نعمتوف اینجا البته قاعده بازی بیان کرده شد. آتمشور رحمانوف در نزد توپ. خسرو خالق نظرov در این طرف و فریدون نعمتوف در آن طرف در کنارها موقع میگیرند. آتمشور رحمانوف باشد ضربه میزند به طرف دروازه. خسرو خالق نظرov مبارزه میبرد برای توپ را از دست ندادن. دو نفر تلاش کردند مبارزه بردند به او و توپ از میدان بیرون رفت. ارسال به طرف چپ. سمرالدین شمسوف اولین شده به توپ میرسد. آتمشور رحمانوف امکاناتی نوبتی برای هجوم و دسته امانت بانک در حالتهای قبلی کار تو ضربه نمیرساند و این زمان میتواند در هجوم‌های نوبتی تلاش‌های خوبی داشته باشد هجوم خود را تو با ضربه برساند. حالا با دسته امانت بانک همین چیز لازم است. سیاوش قیوموف او در نزد توپ ضربه را اجرا میکند اما خیلی بلند و دقیق میرود توپ. آتمشور رحمانوف حمله خیلی خوبی دسته سامان. پس به خیلی ضربه زنی امکانیت است. صابر گلیکوف با مبارزه بردن این وضعیت برطرف شد. توپ اینجا از حدود میدان بیرون گشته است. هجوم خیلی خوبی دسته سامان بود. پس به عقب مراد مرادوف ضربه مرادوف به خط هجوم اما 9 دقیق. ولی طبعا مشاهده میکنیم اینجا تو با یک بازیگر هم رسیده است یعنی اوت است به نفع سامان. سمرالدین شمسوف ضربه میزنه سمرالدین به خط هجوم اما ضربه او هم تو توکلی نبود بلکه دقیق بود. تو به خط حمله رفت اونجا صابر گلیکوف توپ را گرفت و توپ اکنون به نظارت دسته امانت بانک میگذرد. خوشوقتوف با جای به میدان مونیس خوجایف میآید. توجه میکنیم با این هجوم ضربه و توپ از پهلوی دروازه اینجا به ستون آن رسید یعنی 9 دقیق رفت.
سیاوش قیومов اینجا کورت ضربه نرسید. خودمشو رحمانوف پاس یا با کنار صابر گلیاکov. خودمشو رحمانوف پاس یا با کنار در کنار مونیس خوجایف مبارزه برد. این با حمله جوابی دست امانت بانک آورد ولی باز هم پاس به عقب داده می شود. در خط دفاع موقع درست رو اشغال کردن اینجا بازیکنان سامان و نگذاشتند تا ضربه قوی و خوفناک به طرف دروازه اجرا گردد. سیاوش قیومov آنجا کوشش کرد. فریدون نعمتوف برگشت به میدان. پس به خطی حمله صابر گلیاکov مبارزه و توپ به نظارت دست امانت بانک میگذارد. از پا افتید اینجا صمد شریفov. قاعده بازی بر ضد او ویران شده است. پنج متر دورتر از توپ باید دیوارچه دفاعی سنی موقع گیرد. یک نفر تنها در آنجا می ایستد. صمد ضربه خوب بود، خیلی خوب، اما توپ پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می رود. ارسال به خط حمله خسرو خلیق‌نظرov پاس یا به کنار باز هم خسرو این نوبت هم تلاش کرد از یک نفر گذشت اما نتوانید ضربه را به طرف دروازه اجرا کند. آهسته آهسته در موقع استولپ یک حملهگر خسرو خلیق‌نظرov میتواند بسیار موقع استوار را بگیرد. پس به کنار مونیس خوجایف مبارزه برد اما این تلاش اکنون به انجام رسید، به نتیجه به انجام رسید. فریدون نعمتوف در طرف چپ ضربه و چگونه ضربه قوی و خوفناک. حمله جوابی دست امانت بانک پس به عقب فرصت ضربه زنی می‌جویند بازیکنان دست امانت بانک شاگردان شیرزاد جومایف و باز هم کورت و ضربه نرسید. پس به کنار صمد شریفov یک نفر خوب فریب داد. صمد موقع ضربه زنی می‌جوید به کنار رفت. حلقه اونجا برای ضربه زنی حالت ناقدر قلای بود. اکنون یک ضربه دیگر و بازم خیلی دور، خیلی بلند. هجوم نوبتی برای یک حمله دیگر، برای یک دو تا سه و حتی حمله وقت است برای هر دو دسته. خسرو خلیق‌نظرov اینجا پاسی خوب به خط حمله رساند ولی هیچ کس این چیز را پی نبرد. هجوم نوبتی و همین طریق دوستان ارجمند قسم اول رقابت دست امانت بانک و سامان به انجام میرسد. حساب 0-0 در نیمه دوم شما را انتظار
دوستان ارجمند و مخلصان شمال فوتبال برمیگردیم به قسم دوم رقابت دستای امانت بانک و سامان. این دور ششم سوپرلیگ تاجیکستان آید به فوتزال است. امانت بانک بر مقابل سامان این یکی از آن بازی است که در دوره رقابت های بازی امروزه برگزار شوشان در نظر بود، ولی این رقابت به قسم دوم خود رسید. در نیمه اول دستا هر دو هم کوشش کردن برای موفق شدن، برای گل زدن، برای تلاش نمودن، ولی حساب کشوده نشد. امکانیت ها بودند برای همین دسته همون دسته، ولی باید گفت که از نگاهی خوب فرصت های خوب گلزنی اندکی دسته سامان نزدیکتر به گل بود. اون ضربه‌ای که زده شدند، اون کوشش هایی که دسته مذکور داشت، حداقل یکی از این کوشش ها می توانستند با گل انجام یابند، ولی طبعا ما مشاهده کردیم تنها 0-0 بود. حتی یک ضربه بود که اونجا توپ به ستون دروازه رسید، به تیر دروازه رسید و حساب همون خیلی که دوستان ارجمند 0-0 آغاز شد. 0-0 میتوان گفت که ادامه دارد و در نیمه دوم با همین حساب دستا به میدان آمدند و این رقابت چگونه جنبش می شود تنها خوب وقت و خودی همین بازی نشون میدهد. بیاید شما را با هیئت اساسی هر دو دسته من شناس کنم و آغاز میکنیم از دسته امانت بانک. اینجا مراد جان رقم 1 دروازه‌بان، رقم 73 امید نظری زاده، رقم 77 حسین صاحبوف، 33 صمد جان شریفوف، رقم 7 سیاوش قیوموف، رقم 11 بروز رجب علی زاده، 8 صاحب جان التبایف، خدابخش میرزایف رقم 10، کامل جان حتموف رقم 17، شرافالدین سعید زاده رقم 21، امید جان مومن زاده 93 و شاروخ بیکمرادوف 22، حکمت اسماعیلوف رقم 71. سرمربی دسته امانت بانک شیرزاد جمعیف است. دوستان عزیز، من همه بازیکنان را به شما گفتم، یعنی هم فوتبالبازان اساسی و هم اونایی که از ذخیره به میدان میاد. اکنون هیئت دسته سامان رقم 13 سمردین شمسوف، رقم 11 خسرو خالق نظروف، رقم 9 فریدون نعمتوف، 55 صابر جان گلیاکوف، 88 مونیس خوجایف، رقم 70 حاتمشاه رحمانوف، رقم 8 کامران خوشوقتوف، علیشیر شریفوف رقم 7، سیاوش بازاروف رقم 17، رقم 6 نیکروز علی محمدوف، رقم 77 میراجدین محمد شایف، رقم 2 خوشبخت ایسایف، رقم 5 بختیار نصراللهیف و رقم 10 حمید غلومی. دوستان عزیز، در دسته سامان هستند. شمشاد نیتبکوف سرمربی دسته است و این دسته در قسم اول رقابت هم اندکی گویم که بازی بهتر را نشان داد. پس به کنار حاتمشاه رحمانوف، خسرو خالق نظروف تو را به حاتمشاه برمیگرداند. ارسال توسط مرکز به خط هجوم، خسرو خالق نظروف با توپ و سیاوش قیوموف توانست وضعیت مذکور را سر وقت برطرف بنماید و این حالت به نتیجه جنبش گردید. هجوم نوبتی خسرو خالق نظروف، مبارزه این بازیگر و طور مشاهده کردیم وضعیت مذکور به نتیجه و به برار جنبش می شود. حمله نوبتی حاتمشاه غلاموف رحمانوف، البته دوستان عزیز حاتمشاه رحمان، خسرو خالق نظروف، فریدون نعمتوف، فرصتی نوبتی و اینجا صابر گلیاکوف مبارزه میبرد. این حالت را طور مشاهده میکنیم به برار جنبش شد. حمله نوبتی صمد شریفوف، پاس و به کنار، امکانیت خوب گل زدن و دروازه با سمردین شمسوف
در این فرصت توانست بازی خیلی خوب را نشان بدهد و ضربه اجرا کرده حکمت اسماعیلوف را برطرف سازد. خیلی پاس خوب را داد اینجا صمد شریفوف. ضربه نوبتی پرتاب به کنار، فرصت خوب صابر گلیاکوف با سرعت بلند حرکت کرد، تلاش نمود تا یک ضربه را به طرف دروازه اجرا کند. ضربه و توپ اینجا بالاتر از دروازه می رود. کاتم رحمانوف، صابر گلیاکوف پاسی به کنار، خسرو خالق نظرов آنجا در کنار مبارزه برد. وضعیت مذکور به نتیجه به انجام رسید. پس به عقیب صمد شریفوف مبارزه برد. فریدون نعمتوف حرکتی به مرکز و اینجا موقع ضربه زنی می‌جوید. پاسی به عقیب مونس خوجایف تلاش ضربه زنی داشت اما این وضعیت هم به برای جنباز گردید. ارسال به خط حمله اینجا دروازه‌بان به یگان مشکلی توپ را گرفتن توانست. سامان در بازی دور گذشته طور اشاره کردیم توانست اولین غلبه خود را در موسم جاری به دست آورد. آنها دوشنبه را شکست دادند و 3 خال اول را گرفتند. امانت بانک هم 3 خال دارد. آنها در بازی دور گذشته شکست خوردند از ساسورا کمپانیا و حالا اکنون هر دو این دستا در بازی بین خودی که مشاهده می شود رقیبان برابر وزن هستند، می توانند برای 3 خل هر دو هم کوشش بیشتر و بهتر بنمایند. ضربه فریدون نعمتوف ضربه خیلی خوب و مراجع مرادوف از زوده برطرف کردن این ضربه برآمد. فریدون نعمتوف ضربه اجرا می شود و وضعیت مذکور طور مشاهده میکنیم به نتیجه به انجام رسید. پرتاب نوبتی یک ضربه دیگر و این حالت هم به نتیجه به انجام رسید.
فریدون نعمتов توسط مرکز هجوم خوب سیاوش خیموف پاس یا به کنار ولی اینجا هم کورت و ضربه نرسید. حالا نوبته خسرو خالق نظرov ضربه یا این وضعیت برطرف می شود. ضربه است فاصله دور اجرا نگردد. توپ را باید در مرکز میدان زود توپ را فوتبالبازان سامان میگیرند. یک ضربه دیگر فریدون نعمتov مونیس خوجایف مبارزه یا ولی توپ بالکای از میدان بیرون گردید. این باز یک فرصت دیگری بود که به برای جنب بحث می شود. سیاوش خیموف پس به کنار کوشش بیشتری باید بنمایند برای توپ را زیادتر در نزد پای خود نگاه داشتن، یعنی برای دورای توپ فوتبالبازان امانت بانک. نعمتov پس به کنار مونیس خوجایف ضربه نوبتی و این باز یک وضعیت دیگری که به نتیجه بحث می شود ولی حمله دوم خواهد کرد. مونیس خوجایف پس باقیب حاتمشاه رحمانov حتی به کنار با سرعت بلند اکنون تلاش به هجوم گذاشتن از پس باقیب داده می شود. حاتمشاه رحمانov ضربه و بسیار ضربه خوب اجرا کرده می شود، اما دروازه‌بان از وده برطرف کردن این ضربه برآمد. میتونیم بار دیگر متوجه شویم ولی مراجع مرادوف بسیار موقع خوب رو اشغال کرد و ضربه خوشوقت را توانست سر وقت برطرف سازد. پس به کنار خیلی خوب از پرسینگ برآمدن فوتبالبازان سامان و اکنون لازم است تو حالت مذکور رو با ضربه جنب بست نمایند.
کوشش فوتبالبازان امانت بانک در قسم دوم تلاش‌های بازیکنان این تیم خیلی کم به نظر می‌رسد. اونها البته کوشش دارند ولی کورت و ضربه خیلی کم رسیده بود. اینجا یک ضربه خیلی خوب به طرف دروازه اجرا کرده شد. پس به عقیب سمر شریفوف قسم دوم رقابت مالکه بعد دقیقه 11 میرسد. حساب همان 0-0. یگانه از این دستان توانستند که دروازه نگار رخ نبگردانند و تماشا رحمانوف ضربه میزند که بازم مروجان مرادوف آن را برطرف کردن توانست. در لحظه تکرار معلوم است که تو مستقیم رفت، اما مرادوف موقع درست که داشت توانست این وضعیت را برطرف سازد. کامران خوشوقت راضی نیست از قرار برآورده داور که اوت باید نه به نفع امانت بانک بلکه به نفع سامان باشد. داور قرار دیگر دارد. تایم اوت. مخلصانی که با تالار البته حاضر شدند اونها هم برای تماشای بازی جالب دیدن گل ها تشریف آوردند ولی ها تا همین دم نه این است و نه. اینجا قاعده بازی بران شده است، نه اونه که ما قبلا اشاره کردیم، یعنی قاعده بازی را گفتیم ویران شده است. گفتیم توپ از میدان بیرون رفته است اوت، اما نه اینجا قاعده بران کنی است. ضربه اجرا می شود، فرصت خیلی خوب و اینجا سیاوش قیوموف به موقع ضربه زنی برآمد و این حالت بسیار هم خوب بود برای دوام دادن هجوم. ضربه نوبتی و اینجا توپ از پهلو دروازه از میدان بیرون می رود. باز یک فرصت دیگری بود که ببر جنبست گردید. در 2 دقیقه اخیر چند فرصت خوب را مشاهده کردیم که به نفع دسته امانت بانک بودند و ممنون باشد خسرو خالق نظرف فرصت خوب ضربه زنی را پیدا کرد، ضربه زد اما توپ از پهلو دروازه از میدان بیرون گردید. این واقعا هم امکانیت خوبی بود.
پرسینگ فعالانه بازیکنان سامان. پس به خط هجوم ضربه اجرا می شود. خسرو خالق نظرов پاس به کنار فریدون نعمتov ضربه و بازم مرادov دروازه‌بان دسته امانت بانک از زوده برطرف کردن این ضربه برآمد. می توانیم بار دیگر متوجه بگردیم مفخه درست رو اشغال کرد مرادov و ضربه فریدون نعمتov را سر وقت برطرف کرد. پس باقی بازم فریدون نعمتov باز یک ضربه دیگر اما اینجا نادقیق. پس به خط هجوم مرادov پس به کنار سیاوش قیومov با یک رسیش توپ را به خط حمله پرتافت با امید که یک نفر اونجا پیدا می شود توپ را میگیرد و ضربه میزند. پس باقی ضربه اجرا می شود و دروازه‌بان مبارزه میبرد برای گرفتن توپ. حمله خوفناک دسته سامان. پس به کنار فریدون نعمتov مبارزه و به مرکز حرکت میکند فریدون نعمتov. آتمشار رحمانov ضربه و اینجا توپ به فوتبالباز امانت بانک رسید از میدان بیرون شد. یعنی یک ضربه کنجی است. صابر گلیاکوف در کانال خراب. آتمشار رحمانov صابر گلیاکوف بیا به کنار فریدون نعمتov ضربه و اینجا اگر خسرو خالق نظرov به توپ میرسید هیچ دروازه‌بان این ضربه را برطرف نمیکرد چون او در نزد دروازه قرار داشت. ضربه هم خیلی خوب اجرا کرده شد اما کمی پای خود رو دیرتر برد شاید این بازیگر و از این لحاظ سر وقت نتوانست به توپ برسد و ضربه خوبی را اجرا کند. ضربه اجرا می شود. یک کوشش دیگر صمد شریفov و دروازه‌بان توپ را میگیرد تلاش کرد تا در حال هجوم را آغاز کند. فریدون نعمتov آتمشار رحمانov سمردین شمساف پاس با کنار اما نادقیق این پاس پرتافته شد.
فریدون نعمتов. کوشش نوبتی بازیکن سامان. این وضعیت برطرف می‌شود. سامال شریفов. فرصت نوبتی امکان برای ضربه زنی. ضربه و توپ از پالو دروازه از میدان بیرون می‌رود. پس با موقعیت خوبی ضربه زنی. استال نوبتی به خط حمله پرداخته می‌شود. صابر گلیاکوف پاس باقی به نتیجه جنببست شد. هجوم جوابی دسته امانت باغ را می‌بینیم یا نه؟ در این فرصت ندیدیم. مونس خوجایف. صابر گلیاکوف. فریدون نعمتов پس به کنار. کامران خوشوقتov. صابر. ضربه نوبتی اجرا می‌گردد ولی بازم نادقیق و بی‌قرار. ضربه اجرا می‌شود و گل در نهایت کار. بازیگران دسته سامان با زدن گل شرفیاب می‌گردند و طور مشاهده می‌کنیم البته فریدون نعمتov اینجا توپ را با دروازه وارد می‌گرداند. حساب رقابت کشاده می شود. فریدون نعمتov باعث سابق بازیگر دسته امانت بانک گل زده خود را به دروازه این تیم جشن نمیگیرد. ما مشاهده میکنیم بار دیگر اینجا دروازه‌بان میتوانست وضعیت مذکور را برطرف سازد ولی با سبب رسیش با پای دفاعگر دسته امانت بانک توپ به سمت حرکت خود را دیگر کرد و وارد دروازه گردید. فریدون نعمتov دوستان ارجمند مؤلف گل نخستین در بازی امروزه که تا همین دم این البته گلی غلب آور است ولی میتوانند بازیگران دسته امانت بانک کوشش بیشتر و بهتر بنمایند در ادامه و موفق شوند برای حساب را برابر کردن. خسرو خالق نظر و ضربه و در حال بازیگران دسته سامان میتوانستند گل دوم را هم به ثمر برسانند ولی ضربه خسرو خالق نظر از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. سیاوش قیومov بازیگر پنجم رو به میدان وارد می‌گردانند یعنی به دروازه‌بان زمان دسته امانت بانک بازی می‌کند. ضربه به طرف دروازه خالی اما این نوبت نه.
зарбаи навбате акнун ки дарвоза холӣ аст. чунин зарбаҳо бисёртару бисёртар равон мегарданд. Хусрав Холиқназаров ин навбат кӯшиш кард барои зарба задан. Муродов талоши навбате. партоф ба канор. Сиёвуш Қайюмов тӯбро ба канор мехост бирасонад ва акнун ҳамлаи беҳтарини дастаи Сомон ки метавонист бо гол ҷамъбаст шавад. Мунис Хоҷаев дар инҷо бояд пас медод. албатта дарвоза холӣ буд. агар тӯбро ба Хусрав Холиқназаров медод ӯ дар мавқеъ беҳтар мебуд, чунки аз пешу ягон бозигари дигаре набуд ки барои бартараф кардани ин ҳамла монеъ эҷод бинамояд. Сиёвуш Қайюмов тӯбро натавонист ба тарафи дигар бизанад ва боз як фурсати дигар пайдо шуд. ин навбат Ҳотамшо Раҳмонов зарба ба дарвозаи холӣ зад, вале бенатиҷа. сиёвуш Қайюмов зарба иҷро мегардад ва тӯб инҷо болотар аз дарвоза меравад. фурсати бисёрам хавфнок ба вуҷуд омад. بعد از تایم اوت فرصتی برگشتن اکنون به رقابت است. یک نیم دقیقه دیگر تا انجام نیمه دوم رقابت و در مجموع تا انجام بازی مانده است. پس به خط هجوم صابر گلیاکوف توپ را به عقب پرتافت. به نتیجه دو نفر به پرسینگ میگذارند، کامران خوشوقتوف و صابر گلیاکوف. پس به کنار.
پرتاب به خط هجوم. یک تلاش خیلی خوب بود برای زدن گل نوبتی، ولی این فرصت هم به برای جنب بس می شود. حمله نوبتی بازیکنان دست امارات بانک. پس به خیب سیاوش قیوموف ضربه میزند به طرف دروازه، ولی ضربه مذکور به نتیجه جنب بس شد. پرتاب بکن داره امکانیت خیلی خوب ضربه زنی، ضربه و گل. صمد شریفوف در دقیقه و تو در ثانیه های اخیر قسم دوم رقابت حساب بازی را برابر 1-1 میگرداند. متوجه میشویم بار دیگر بین هجوم. پس خیلی خوب سیاوش قیوموف به کنار، از اینجا توپ سر وقت و درست داده شد به صمد شریفوف. فوتبالبازی مذکور توپ را به دروازه وارد کرد. و همینطور دوستان ارجمند این نقطه نهایی در رقابت امروز است. صمد شریفوف حساب را برابر میکند 1-1 و او با گل زده فریدون نعمتوف جواب گرداند که او هم در نیمه دوم با زدن گل دست یافت. 1-1 رقابت دسته‌های امارات بانک و سامان به انجام میرسد. در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. خیر تنسیت و خانواد باشید.